چطور بچه ها، اسم زیروکس هستم. خوش اومدید به این ویدیو خفن بمب و چالش خفنی به اسم Would You Rather. تو این ویدیو قراره چالش Would You Rather رو بریم و حتما شما هم با اون بازی کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. بریم سراغ ویدیو. ترس داشته باشی یا اینکه A life without pain، یا اینکه زندگی بدون درد داشته باشی. من میدونی درد که همیشه میکشیم درد، پس من زندگی بدون ترس رو انتخاب میکنم. جدی؟ خب میگه که سمت راست، سمت چپی قرمزه، میگه که توانایی دیدن لخت همه رو داشته باشی، همون برهنه، یا اینکه آبیه میگه که توانایی خوندن ذهن بقیه داشته باشی. به نظرم ذهن بقیه فکر کنم بهتر باشه. برهنه خورده چیزه، مثلا میری تو اتاق میبینی مثلا داعش تو روی لخ میبینی. من ذهن بقیه رو بخونم بهتره. به نظرم من اینو انتخاب میکنم. ذهن بقیه رو بخونم اسکان بهتره. Let's go. خب اینجا میگه که همیشه سمت چپی همون قرمزه، میگه که تا آخر عمرت تنها باشی. سمت راستی آبیه میگه که یا توسط افراد مزاحم یا همون کسایی که مزاحمت میشن احاطه شده باشی، یعنی مثلا همیشه پیشت باشن، مزاحمت بشن. خب 100% تنهایی خیلی بهتره تا اینکه همش بیان دنبالت باشن. از مثلا تو خیابون دارم ببینی 5 نفر پشتن میخوان خفته تو بگیره. نه، 100% قرمزه. مردم با من هم فکرن. اینجا میگه که be attacked by a lion، میگه که قرمزه میگه که مورد حمله شیر قرار بگیری، یعنی به شیر بهت حمله کنه، یا اینکه 100 تا گربه هستالیک. چیه؟ میگه 100 تا گربه 100 تا گربه سه میزنن 100 تا گربه اسم بهتره. لاین چون فرار کنه که پاره ای. 100% گربه. من گربه رو انتخاب کنم. 100 تا گربه. برو بریم. شما هم حتما بچه‌ها نظراتتون رو توی کامنت بنویسید و بگید شما چه نظری دارید. حتما میخونم. میگه که فکر کنم سمت قرمزی چپیه، فکر کنم میگه توی جزیره لخت باشی یا توی، نه جزیره نیست، فکر کنم میگه ساحل. آره ساحل. میگه توی ساحل لخت باشی یا توی ساحل ونیز لخت بشی. من خوب 100% ونیز کی دوست نداره تو. میگه که نتونی کلدن، خب میگه که نتونی کلدن نبگی همه چی رو قبول میکنی، یا آبیه که میگه enable to say yes، یا کلا نتونی مثلا آره بگی. خب نو سخته، yes هم سخته. نه، اگه نتونی نه بگی ممکنه هر چیزی رو قبول کنی، حتی مثلا یه میبینی چی بده تو رو قبول میکنی. من آره رو انتخاب میکنم به نظرم. آره خب. او شت، عجب سوالی اومد. میگه که اتفاقی یا همون تصادفی برای خانوادتون عکس لختیتون رو بفرستید، یا برای یعنی اشتباهی برای والدین پارتنرتون بفرستید مثلا لختیتون رو. هیچی دیگه، همین کم مونده بود. من قرمز رو انتخاب میکنم. باز برای مامان بابامی رو بفرستم میخورده منطقی تره. خب میگه که به خاطر میگه به خاطر چیز خجالت آور
ویروسیشی فکر کنم قرمزه، یا اینکه هیچ وقت ویروسی نشی. خب هیچ وقت ویروسی نشم، سوالی حاجی، همه اینو میگن. خب میگه که چجوری، یعنی بدونم که چجوری میمیرم، یعنی مثلا میدونم دیگه قراره چجوری بمیرم، مثلا تصادف یا قتل یا چیزی، یا اینکه بگه کی میمیرم. اینجا داشته باشید میخوام بزنم قرمز. چرا؟ چون که وقتی ببینم چجوری میمیرم، اگه مثلا تصادفی یا مثلا قتل چیزی میشه، من یا اونجا نمیرم یا سوار اون ماشین نمیشم و نمیمیرم. Let's go. با مغز قرمز. خب میدونی من با فکر خودم رفتم پیش و به نظرم خوبه. میگه که به مدت 1 ماه از کافی دور بشید، یعنی کافی کلا نخورید، قهوه و اینا، یا اینکه سوشال میدیا رو کلا دور شید از سوشال میدیا، اینستاگرام، یوتیوب. خب نه دیگه، اصلا 100% من اصلا کلا زیادم قهوه نمیخورم، 1 ماه قهوه نمیخورم و برو بریم. خب میگه که به شکلات حساسیت داشته باشید، یا به تلفن، به گوشی حساسیت داشته باشید. به شکلات 100% شکلات، به گوشی که دیگه به چخ میری. من مثلا آلردی گوشی همیشه دستم با شکلات، چون من زدم شکلات نمیخورم. اینو میگه که در مقابل یه رهبر سیاسی قدرتمند فیس تو فیس شی، یعنی متواضع کنه، همچین چیزیه فکر کنم، و با عواقبش هم روبرو بیای، یعنی مثلا هر چی سرت اومد دیگه باید باش کنار بیای، یا اینکه ساکت بمونی و از خودت محافظت کنی. 100% ساکت بمونم و از خودم محافظت کنم. کی میخواد با یه رهبر سیاسی قدرتمند روبرو شه؟ بریم let's go. میگه که از یک گونه در حال انقراض رو نجات بدید، یعنی مثلا یه حیوان داره انقراض میشه یا داره از بین میره، من بیام اون محافظت کنم، یعنی نذارم انقراض بشه، از بین بره. یا اینکه بتونم با حیوونا حرف بزنم. اگه از یه حیوان در حال انقراض نجات بدی، نذاری مثلا انقراض پیدا کنه، به نظرم بهتره. من از حیوانی که در حال انقراضه محافظت میکنم. او شت. میگه که همیشه توی حالت مجازی، همین حتی گوشی، تحت نظر باشی، یا اینکه توی زندگی واقعیت، مثلا یکی میدونه دیگه تو اینجایی و چی کار داری میکنی تو زندگی واقعی. خب اینو شما توی کامنت ها بنویسید و جوابتون رو بگید و دلیلش هم بگید که چرا اینو انتخاب کردید. دوستتون دارم خیلی زیاد. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. ویدیو بعدی هم اگه دوست دارید با همین پارت وجورادر با یه نفر دیگه بذارم که احتمالاً میذارم، اگه دوست دارید حتما لایک و سابسکرایب و کامنت رو بذارید تا ببینم اشتیاق دارید برای پارت بعدی. پس دوستتون دارم خیلی زیاد. مراقب خودتون باشید. میبینم تو ویدیو بعدی.